برند به معنی یک نام، یک علامت، یک نشانه یا ترکیبی از این هاست. پس جمع نام، نشان، علامت، رنگ، حتی بو. نام، نشان، علامت، رنگ، بو، ابعاد، اندازه، همه اینها جمع اینا میشه برند. حالا این برند باید چیکار بکنه؟ این برند باید ما رو نسبت به رقبا متمایز بکنه. اصل قضیهش تمایز. جمع این علامت و رنگ و طرح و بو و ابعاد و اندازه باید یه تصویری تو ذهن من بسازه که این محصول یا این بنگاه یا این شخص رو نسبت به بقیه در یه طبقه بالاتر قرار بدم. اگه به اینجا رسیدید برند هستید. و مردم بابت همین پول میدن. مردم بابت تفاوت‌ها پول میدن. بابت تمایزها پول میدن. اگه عین هم باشیم هیچ کس براش فرق نمیکنه. مردم بابت تشابهات پول نمیدن. پس سعی بکنید که متمایز باشید. و متمایز بودن ما در واقع ما رو صاحب برند میکنه. متمایز بودن ما رو صاحب برند میکنه. و متمایز بودن یعنی رفتار منحصر به فرد، کیفیت منحصر به فرد، ماده اولیه منحصر به فرد، ویژگی‌های منحصر به فرد. اگه منحصر به فرد باشه، من رفتاری داشته باشم که هیچ کی نداره، کیفیتی داشته باشم که هیچ کس نداره، خدماتی بدم که هیچ کس نداره، حالا من متمایزم، حالا صاحب برندم. بنابراین اگر که 10 تا بنگاه داشته باشیم عین هم رفتار بکنن، اینا همشون خوبن، ولی هیچ کدوم شما در ذهنتون نسبت به دیگری در واقع در یه جایگاه بالاتر قرار نمیدی. هیچ کدوم انتخاب اول نمیشن. اونی انتخاب اوله که رفتارش متمایز باشه و او طبیعتاً برنده است. خب کاتلر میگه که بارزترین صفت یا بارزترین مهارت حرفه‌ای بازاریاب‌ها اینه که برندشون رو ایجاد بکنن، حفظ بکنن، مراقبت بکنن، ارتقا بدن، به طوری که نسبت به رقبا متمایز بشن. بارزترین مهارت حرفه‌ای بازاریاب‌ها این است که برندشون رو ایجاد بکنن، حفظ بکنن، مراقبت بکنن، ارتقا بدن و در واقع در نهایت به این ترتیب نسبت به بقیه متمایز بشن. عرض به خدمت شما، برند در بازار خلق میشه، اما محصول یا کالا در کارخانه. پس باز اونهایی که میان میگن آقا 2 میلیارد بده برات برند بسازم، گولشونو نخورید. برند در بازار خلق میشه، نه با تبلیغات. وقتی میگیم در بازار خلق میشه، یعنی که چه محصولی با چه کیفیتی، با چه ابعادی، با چه اندازه‌ای، با چه ویژگی‌هایی، با چه خدماتی، چه سطحی از رضایت رو به وجود میاره. وقتی شما برند میشه که یه سطحی از رضایت رو به وجود بیاری، یعنی صفات و ویژگی‌هایی داشته باشی که نیازی رو برطرف کنه. اگه شما صفات و ویژگی‌هایی نداشته باشی که نیاز رو برطرف کنه، در واقع میتونیم بگیم که شما یک محصولی ولی کالا نیستی. این فرق کالا و محصوله. هر چیزی که من بسازم محصوله. هر چیزی که من بسازم محصوله. اما کالا چیه؟ اون محصولی است که دارای صفات و ویژگی‌هایی است که اون صفات و ویژگی‌ها میتونه رضایت منو به دست بیاره. و وقتی که من رضایتم حاصل شد، تازه میگم این محصول کیفیت داره. یعنی یه رابطه تو ذهنتون بنویسین بین کیفیت و رضایت. تو ذهنتون اینو بنویسین، بین کیفیت و رضایت چه رابطه‌ای برقراره؟ کالا محصولی است که صفات و ویژگی‌هایی دارد که این صفات و ویژگی‌ها میتونه نیاز منو برطرف کنه.